سرخط خبرهای مهم. چرا قرض کارخانه دنغره از برق بیشتر می شود؟ نزدیک 240 میلیون سومونی ضرری برق برگردانیده شد و ҳушдори روسیه به امریکا به ایران مداخله نظامی نکنید. سلام بیننده های عزیز، روزتان بخیر باشد. دوام چند لحظه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز جمعه 20 ایون در شهر خوجند طرفخانه‌ای که همچون رمزی کشتی تیمور ملیک سال 2019 با اشتراک رئیس جمهور افتتاح شده بود، شام 19 ایون به کام آتش رفت. این مکان یکی از مکان‌های سیربیننده شهر به شمار می‌رفت. نوار سوختار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. رئیس خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت گفت کارمندان این نهاد سری وقت به جای حادثه رسیده آتش را خاموش کردند. سبب سوختار و حجم خسارات تا حال معلوم نیست. مقامات میگویند تفتیش حادثه ادامه داشته، سبب سر زدن سوختار معین کرده می شود. برای استفاده غیر قانونی نیروی برق به خزینه تاجیکستان بیش از 239 میلیون سومونی برگردانده شد. از این مقدار 39 میلیونش دزدی و 200 میلیونش باز پرداخت قرض است. در این باره معاون دادستان کل تاجیکستان سرور عظیمزاده در جلسه گروه کاری اید به نشان دهنده های شبکه‌های برقی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اطلاع داده است. جلسه روز 19 ایون در شهر دوشنبه برگزار گردید. به اطلاع منبع سنجش‌های دادستانی در فعالیت شبکه‌های برقی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری تنها در 5 ماه امسال 520 قانون ویرانکنی آشکار کرده است. نسبت به شخصان گناهکار 25 پرونده جنایتی و 250 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شده است. طبق طریق قانونی که روز 2 اپریل امسال بررسی و قبول کرده شد، شخصانی که قاعده‌های استفاده نیروی برق را ویران می‌کنند و یا به دزدی برق دست می‌زنند از 27000 تا 90000 سومونی جریمه و یا از 3 تا 10 سال به زندان محکوم می‌گردند. یک مسئول بخش مالی دادگاه ولایت خاتلون را برای از خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های بودجتی گناهکار حسابیده جریمه کردند. مظفر علی مردانوف متخصص بخش مالی دادگاه ولایت خاتلون هنگام یک سال فعالیت کاریش بیش از 305,000 سومونی پول بودجت را از آن خود کرده است. دوام سال 2020-2021 مظفر علی مردانوف با روی ساختکاری در 46 حالت به نام 11 نفر حجت ترتیب داده 48346 سومونی مزد مهنت کارمندان را از خود کرده است. همچنین معاش کارمندان دادگاه ولایت و شهر و ناحیه‌ها را نادرست حساب کرده در مجموع به بودجه کشور 305428 سومونی ضرر رسانده است، گفتند در دادگاه ولایت خاتلون. در حالی که نظر مظفر علی مردانوف نسبت به این قضیه معلوم نیست، دادگاه ولایت خاتلون با اتهام از خودکنی یا اسرافکاری و ساختکاری خدمتی گناهکار حسابیده او را به اندازه 138,000 سومونی جریمه کرده است. مسکو واشنگتن را از مداخله نظامی به جنگ بین اسرائیل و ایران هشدار داد. ماریا زخارова سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ضمن نشست خبری که در حاشیه فورم بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ برگزار شد گفت این یک قدم نهایت خطرناک با عاقبت‌های منفی واقع پیشگویی نشونده خواهد بود. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که روسیه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی را در راه حل نزاع بین ایران و اسرائیل انجام می‌دهد. از این پیشتر واشنگتن گفت دوام 2 هفته آینده درباره دخالت نظامی به ایران تصمیم خواهد گرفت. اظهارات رئیس جمهور آمریکا را کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید ضمن یک نشست خبر داد. و گزارش داریم از کارخانه جونتای دنغره که در شهر دنغره جایگیر است. در اینجا در یک سال تا 25,000 تن نخ پخته را کار کرد می کنند و طبق اطلاع رسمی در یک ماه تا 40 میلیون سومونی درآمد به دست می آورد. اما قرض برق این کارخانه به جای کم شدن هر سال 1 میلیون سومونی بیشتر می شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. کارخانه نساجی جونتای سینسیلو تکستیل در ناحیه دنغره اینجا از پخته نخ، متا و لباس استحصال میکنند.
هرچند آن را یکی از دستاوردهای همکاری تاجیکستان و چین و کارخانه سردرآمد عنوان میکنند، قرضش از پول برق به 12 میلیون و 39 هزار سامانی رسیده است. 2 سال پیش قرض این کارخانه 10 میلیون سامانی بود و گفته بودند که ماه به ماه پرداخت می شود. یعنی که هر یک سال 5 میلیونی تشکیل میده. پرداخت ماهانش از 3 میلیون و 700 تا 4 میلیون سامان میشه. جونتای دنغره در یک سال تا 25 هزار تن نخی پخته را کار کرد میکند. طبق اطلاع رسمی در یک ماه تا 40 میلیون سامانی درآمد به دست میآورد. اما قرض برقش به جای کم شدن هر سال 1 میلیون سامانی بیشتر شده است. پرزیدنت کشور امامعلی رحمان ماه گذشته در این ناحیه سفری کاری داشت. او از قبول نوی قانون ضد دزدی برق در اکثر ناحیه‌ها اظهار نگرانی کرد. اما هنگام این صحبت از قرض برق کارخانه‌های صنعتی و پرداخت نشدن آن چیزی نگفت. تنها اشاره کرد که کدام رهبری در پرداخت پول برق سرکشی میکند جزا داده می شود. کدام کارخانه صنعتی که مانعگی میکند گرفت راهبرش برده نزد قانون جواب. قرضداری کلان از برق در ناحیه دنغره همین کارخانه جونتای سینسیلو تکستیل است. قرض کارخانه های دیگر ناحیه از 405 هزار سامانی سر کرده تا 1 میلیون سامانی می رسد. اینچنین کارخانه های بزرگ دیگر صنعتی در دیگر ناحیه ها قرضشان به میلیون ها سامانی می رسد. در ناحیه خوالینگ از همه بیشتر قرض کارخانه تیلوی تاجیک به 3 میلیون 764 هزار سامانی رسیده است. قرض دیگر کارخانه های تیلو 1 میلیون، نیم میلیون و تا 104 هزار سامانی برابر شده است. در حکومت خوالینگ هم مثل ناحیه دنغره گفتند که کارخانه ها جدول پرداخت قرض را راه اندازی کردند. اینا در خدمت جمعیت شبکه‌های تقسیمات برق رفته جدول کردگی باید پرداختش. اما جدول پرداخت قرض ها چگونه است و تا کجا اجرا می شود نامعلوم است. بجای این هر سال قرض این کارخانه ها بجای کم شدن افزایش می یابد. معلوم نیست بعد قبول قانون نو در ساحه برق آیا اینها جزا گرفتند یا نه. تنها قرض برق 478 کارخانه صنعتی و دولتی در ناحیه دنغره به 17 میلیون سامانی برابر است. در ناحیه خوالینگ هم قرض چنین کارخانه ها از 9 میلیون سامانی گذشته است. در حجت هایی که رادیوی آزادی به آن دست یافت دیده می شود قرض کلان از پول برق در این دو ناحیه محض به کارخانه های صنعتی داخل دارد، نه به اهالی. مقامات انتظامی دوشنبه یک جوان تاجیک را به اتهام قتل همسرش دستگیر کردند که به گفته حامیان حقوق نمونه دیگری از خشونت و زورآوری گسترده به زن در تاجیکستان است. رئیست امور داخلی شهر دوشنبه روز 19 ایون با نشر یک بیانیه گفت سمندری رحیمزاد ساکن 33 ساله شهر دوشنبه روز 13 ایون هنگام مناقشه با همسر جوانش او را چند مرتبه کور زده است. مقامات انتظامی به ضد سمندری رحیمزاد با اتهام قصداً رساندن ضرر وزنی به سلامتی پرونده جنایی آغاز کردند که از 10 تا به 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند. یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان به این باورند که زورآوری به زن در عائله یک کار معمولی است. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهیم. 20 ایون با تشبث سازمان ملل متحد روز پناهندگان اعلان شده است که به خاطر یادآوری از حقوق و مشکلات میلیون ها نفری با سبب‌های سیاسی و اجتماعی ترک وطن کرده تعیین شده است. در سالهای استقلالیت تاجیکستان هم پناهندگی گروهی شهروندان این کشور به دولت‌های همسایه و خارجه دور بارها مشاهده شده است. دوره برجسته پناهندگی تاجیکستانی‌ها به زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 و هم بعد سالهای 2015 هم دیده شده است که آن را با سرکوب‌های سیاسی منقدان حکومت ربط می‌دهند. ایون سال 2017 قرار به اجرا درآمد که حج شهروندان تا 40 ساله را به مکان‌های مقدس مسلمانی منع می‌کند. قرار در حال قبول شد که با وجود افزایش هر ساله نرخ حج سال تا سال شمار خواهشمندان زیارت کعبه بیشتر می‌شود. عربستان سعودی برای تنظیم شمار زائران از کشورهای جهان کوتا مقرر می‌کند و مطابق آن از تاجیکستان هر سال نه کمتر از 6000 نفر به حج می‌روند.
20 июни соли 1971 аксбардори боистеъдод Нозим Қаландаров таваллуд шудааст ки бо аксҳои муассири воқеъбинонаш ҳодисаву рӯйдодҳои тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ мекунад. аксҳои Қаландаров аз саҳнаҳои пурэҳсоси бузкашиву палавпазӣ, роҳҳои душворгузари помиру кӯлҳои маъруфи тоҷикистон дар маҷалаи National Geographic ва хабаргузориҳои ҷаҳонӣ мисли Reuters ва Associated Press нашр мешаванд. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسیه برابر است به 127 سومانی، 100 یورو به 1137 سومانی و 100 دلار 991 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زادی خبر و گزارش‌های نو را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.